بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و دانشجویان محترم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و ایام به کامتون انشاءالله. امروز در این فیلم قراره به بررسی و نقد یک دوره یادگیری الکترونیکی دیگه بپردازیم که امیدوارم همراه ما باشید. دوره‌ای که من و دوستم سرکار خانم زنگنه انتخاب کردیم از سایت آموزش مجازی دانشگاهیان هستش. پیش از اینکه بخوایم به بررسی و نقد دوره بپردازیم، باید بدونیم که برای نقد یک دوره یادگیری الکترونیکی از چه ابعادی باید مورد بررسی قرار بگیره. از نظر اهداف آموزشی، اینکه آیا دوره یادگیری الکترونیکی مشخصاً به بیان اهداف پرداخته یا نه. رویکرد یادگیری، اینکه رویکرد یادگیری دوره ما شناخت‌گراست و در واقع رفتارگراست یا سازنده‌گرا. محتوا و نحوه طراحی اون، تعامل کاربر با دوره یا تعامل بین کاربران، ارزشیابی که به صورت تشخیصی، تکوینی یا تراکمی شکل گرفته یا نه، نحوه طراحی پیام و نحوه طراحی رابط کاربری، فعالیت‌های یادگیری کاربر و گواهی دوره و شرایط که انشاءالله با هم پیش میریم بیشتر بررسی کنیم. پیش از اینکه بخوایم وارد دوره یادگیری الکترونیکی مد نظرمون بشیم، میخوایم بیشتر در مورد مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بدونیم. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در واقع در قالب یک وبسایت آموزشی فعالیت میکنه که هدف اون رشد و یادگیری فردی و اجتماعی افراد هستش. این مرکز فعالیت خودش رو از خرداد ماه سال 1393 شروع کرده و امروزه با توجه به آمار بالای مخاطبان و همچنین تنوع محتوای آموزشیش به عنوان بزرگترین مرکز آموزش مجازی کشور شناخته میشه. این مرکز به آموزش در واقع افراد در سمت‌های مختلف، از دانشجویان، اساتید معارف، کارکنان و اساتید دانشگاه‌ها، بعد کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین سایر دستگاه‌ها می‌پردازند. می‌خوایم بیشتر با هم در مورد سایت آموزش مجازی دانشگاهیان صحبت کنیم و در این سایت به بررسی یک دوره الکترونیکی بپردازیم. همونطور که دیدید آدرس اصلی سایت آموزش مجازی دانشگاهیان ec.nahad.ir هستش. وقتی این آدرس رو میزنیم وارد سایتمون میشیم که این صفحه کلی سایت هستش. همونطور که میبینید در قسمت بالای صفحه ما یه سری آیتم ها طراحی شده: ورود استادان معارف، ورود دانشجویان، دوره رشد فردی، دوره ضمن خدمت کارکنان، دوره ارتقاء استادان. خب از همین ابتدای راه مخاطب‌ها دسته‌بندی شدن. یعنی اگر فردی وارد سایت آموزش مجازی دانشگاهیان بشه، باید از قسمتی که نیاز به آموزش داره وارد بشه. مثلا اگر به عنوان دانشجو وارد میشیم از قسمت دانشجو، که در این سایت ورود دانشجویان بیشتر برای گذراندن دروس معارف بود که دانشجویان وارد این سایت میشن، یک درس معارفی رو با استاد مشخص شده خودشون که اتفاقا از اساتید دانشگاه مربوطه هستن میگذرونن، نمره اون رو دریافت میکنن و به دانشگاه ارائه میدن. با توجه به اینکه خود من و خیلی از دوستان معلم هستیم و به نوعی کارمند هستیم و انشاءالله سایر دوستان هم در آینده نه چندان دور معلم و کارمند خواهند بود، تصمیم گرفتیم که یک دوره برای ضمن خدمت کارکنان یا همون کارمندان انتخاب کنیم. ما وارد دوره ضمن خدمت کارکنان میشیم. وقتی که وارد این قسمت میشیم با یک صفحه مواجه میشیم که میتونیم اینجا ورود رو بزنیم یا ثبت نام. اگر بیشتر از این در این قسمت ثبت نام کردید، یعنی دارای در واقع رمز کد کاربری و رمز عبور هستید، میتونید وارد قسمت از این قسمت
وارد بشید. اما اگر برای بار اول هست بعد از قسمت ثبت نام وارد بشید. در این قسمت هم تماس با ما، اخبار و درس‌های سامانه. پیش از اینکه وارد بشیم مقدار بیشتری در مورد این صفحه توضیح میدم. در واقع این قسمت از سایت که به آموزش مجازی کارکنان میپردازه دارای یک سری آموزشکده ها هستند که در صفحه اصلی به راحتی قابل دسترسی هستند که این از ویژگی های بارز رابط کاربری این صفحه است. مثلا فرد میتونه به هر کدوم از این آموزشکده ها، آموزشکده فرهنگ و سیاست، مهارت های عمومی، دین و معرفت و هنر و رسانه مراجعه کنه. اگر در هر کدوم از این قسمت ها به نتیجه مطلوب و دلخواهش نرسید، در این قسمت از سایت یادداشت شده به دنبال آموزش چه هستید. هر یک از کارمندان متناسب با اون کسب و کار و حرفه خودشون میتونن اینجا یادداشت کنن و جستجو کنن. برای مثال فردی ممکنه دنبال مهارت خبرنویسی باشه، میتونه اینجا یادداشت کنه. در ادامه درس‌های منتخب رو می‌بینیم که دروسی هستن که بیشتر مورد توجه بودن و افراد بیشتری اونها رو انتخاب کردن. و در قسمت دیگری از سایت اخبار و رویدادها قرار دارن که تازه‌ترین خبرها و رویدادها قرار داده میشن. همچنین در قسمت انتهایی صفحه که بسیار کاربردی و کارآمد طراحی شده، توضیحی در مورد مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان داده شده، این که بنده هم پیشتر خدمتتون عرض کردم، در مورد قوانین و مقررات سایت، موارد حریم خصوصی، همچنین لینک های مفید که فرد بدون اینکه در سایت دچار مشکل بشه میتونه از این لینک های مفید پایین صفحه استفاده کنه جهت ورود، ثبت نام، مشاهده اخبار و رویدادها و تماس با پشتیبانی، که در این قسمت شماره ها و آدرس ایمیل داده شده برای ارتباط بیشتر که ساعت 8 تا 16 میشه ارتباط برقرار کرد. همچنین از اونجایی که اشاره کردم سایت آموزش مجازی دانشگاهیان در واقع به آموزش افراد و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف میپردازه. نهادهای مختلف میتونن درخواست همکاری داشته باشن که در این قسمت از سایتمون جهت درخواست همکاری شماره‌های قرار داده شده. همچنین پیام رسان‌های ایتا، سروش و اینستاگرام میتونیم دنبال کنیم سایت آموزش مجازی دانشگاهیان رو. فقط یک نکته در مورد پلتفرم این سایت که در گوشی موبایل هم به راحتی قابل اجرا هستش و صفحه به صورت اسکرول عمودی حرکت میکنه و اسکرول افقی نداره. خب در این قسمت من ورود رو میزنم. برای ورود نام کاربری، پس از ثبت نام برای هر فرد یک صفحه طراحی شده که این صفحه دارای یه سری از امکانات هستش. مثلا بعد از وارد کردن در واقع رمز عبور و کد کاربری وارد یک صفحه شدم که یادداشت کردن نرگس خانلری خوش آمد. در قسمت بالایی صفحه آیکون رو که وقتی در واقع کلیک میکنیم و باز میکنیم یه سری امکانات گذاشته شده برای ویرایش مشخصات، سبد خرید، پیشخوان و غیره. در این قسمت هم که بیشتر توضیح دادم خدمتتون، در صفحه شخصی هر فرد تمام این گزینه ها نمایش داده میشه: درس های من، دوره های من، درخواست های من و تراکنش های من، که در این قسمت یکی از ویژگی های بارز در واقع سایت این هستش که به فرد دوره های جدید رو پیشنهاد میده. یعنی وقتی شما از این طریق وارد صفحه خودتون میشید، دوره های جدیدی که در این سایت در حال برگزاری هستن یا قرار هست برگزاری بشن رو به شما اطلاع میده، که در این قسمت برای من یک دوره ارائه شده که من میتونم ثبت نام کنم یا عبور کنم. در مورد درس های من، وقتی درس های من رو کلیک میکنیم، درس هایی که شما انتخاب کردید و شرکت کردید از ابتدایی که وارد سایت شدید برای شما نمایش داده میشن. دوره های من دوره هایی هستش که ثبت نام کردید. مثلا برای مثال الان من دوره کارمند کارآمد رو
ثبت نام کردم. درخواست های من درخواست هایی که یادداشت کردیم و ارسال کردیم برای پشتیبان دوره و تراکنش های من میپردازه به این که در واقع اون تراکنش های مالی که برای دوره یا درس ها انجام دادم. خب در ادامه از اونجایی که ما دوره کارمند سطح مقدماتی رو شرکت کردیم برای نقد و بررسی، کلیک کردیم رو دوره و در واقع وارد صفحه اصلی دوره شدیم. عنوان دوره کارمند کارآمد سطح مقدماتی که نشون دهنده اینه که این دوره ما از سطوح مختلفی در واقع برخوردار هستش و احتمالا این دوره مدت دار هست و برای سطوح پیشرفته تر هم برگزار خواهد شد. در قسمت معرفی به طور کامل توضیح داده که مدت دوره 57 روزه، شروع دوره از 23 مهر ماه بوده تا 20 آذر ماه و هزینه دوره هم رایگان بوده به مدت محدود که اگر از این مدت محدود خارج بشه باید در قسمت تراکنش ها به پرداخت هزینه بپردازیم. در این قسمت به معرفی دوره پرداخته و بسیار جالب است بدونید که در قسمت همین معرفی اهداف ما در واقع از اهداف سایت از برگزاری این دوره رو به طور کامل بیان کرده. خب نام دوره کارمند کارآمد بود. هدف این دوره این هستش که کارمندان ما بتوانند در واقع به یک سطحی بالاتر از اون چیزی که هستند برسند. یک کارمند ممکن است والد باشد یا ممکن است معذرت میخوام همسر باشد. به همین جهت نیازمند یک سری از مهارت‌ها و دانش‌ها برای بهبود سطح زندگی خود هستش که این دوره همونطور که در این قسمت معرفی به مباحثی که بنده بیان کردم اشاره کرده در واقع این هدف رو داره که سعی کنه کارمندان رو در حوزه‌های مهارتی، فرهنگی، سیاسی و معرفتی برجسته تر کنه به گونه‌ای که کارمندان بتونن با گذروندن این دوره مقدمات کارآمدی خودشون رو فراهم کنن. در ادامه درس‌های دوره معرفی شده که درس‌های دوره فهرست دروس ارائه شده، نام هر کدوم از درس‌ها اینجا نوشته شده و در قسم مقابلشون ورود به هر کدوم از این درس‌ها تعریف شده که این دوره ما 5 تا درس داره که هر کدوم از این درس‌ها که جلوتر می‌دیم مراحل مختلفی داره. فقط نکته‌ای که اینجا شایان ذکر این هستش که برای دریافت گواهینامه حتما باید گزینه ثبت نام دروس زده بشه. پس یکی از ابعادی که ما تمایل داشتیم بررسی کنیم بحث گواهینامه و شرایط دریافتش بود که اشاره کرده برای دریافت گواهینامه حتما باید گزینه ثبت نام دروس زده بشه. در ادامه که وارد دوره میشیم شرط دیگه‌ای هم براش تعریف شده و اون شرط این هستش که باید نمره در واقع قابل قبول رو برای دریافت گواهینامه به دست بیاریم. خب در مورد پشتیبانی دوره ما که برمیگرده به همون به اصطلاح طراحی رابط کاربری ما، شماره تلفن های پشتیبان دوره داده شده، چند شماره تلفن و همچنین آدرس ایمیل. در این قسمت هم میتونیم سوالات متداولی که در واقع مد نظرمون هست رو یادداشت کنیم و ارسال درخواست بزنیم. همچنین در قسمت پایین صفحه نظرات افرادی که در این دوره شرکت کردن ثبت شده که اینجا اشاره شده بر اساس نظرات 24 نفر این دوره از سطح خوبی برخوردار بوده و 4 ستاره از 5 ستاره رو دریافت کرده. تو این قسمت برای ورود به هر کدوم از درس‌های دوره نیاز هستش که تو قسمت ورود کلیک کنیم. درس اولی که ما گذروندیم درس بایسته های تربیت فرزند. در هر کدوم از این درس ها هم
به طور ویژه به معرفی پرداخته شده که در قسمت در واقع درس پایسته های تربیت فرزند معرفی به این گونه هستش که در واقع انسان موجودی آموزش پذیر و تربیت پذیر هستش و کودکان در واقع مهمترین مراحل تربیت خودشون رو میگذرونن که باید دغدغه اصلی والدین باشه. یک کارمند هم که گفتیم ممکنه یک والد محسوب بشه. به همین جهت باید با موارد و اصول و قوانین تربیت فرزند آشنا باشه که بتونه از لحاظ روانشناختی و علمی و کاربردی در واقع با تربیت فرزند از دوران تولد تا دوران نوجوانی آشنا بشه. علاوه بر معرفی درس ما در قسمت اهداف ویژه تر اشاره کرده به هدف که در این درس چه چیزی می‌خواهید یاد بگیرید. دست اندرکاران تربیت کودکان خاصه والدین با گذراندن این درس با بحران‌هایی که کودک از ابتدای طفولیت تا جوانی با آن سر و کار دارند آشنا می‌شوند. این آشنایی والدین سبب می‌شود تا به فرزندان خود در عبور از این بحران‌ها کمک کنند و انسانی نیک و شهروندی خوب تحویل جامعه بدهند. که در مورد این قسمت است، یعنی علاوه بر اینکه خود دوره نظرسنجی شده بود، در مورد هر کدوم از درس ها هم این نظرسنجی شکل گرفته که این درس بایسته های تربیت فرزند ما بر اساس 14 نظر 3 ستاره دریافت کرده. همچنین در این قسمت در واقع یک تصویری از درس رو به ما داده که بایسته های تربیت فرزند 8 جلسه است که توسط مجموعه ای از اساتید تدریس می شود. اینجا پیوست های درس رو داره که ما میتونیم به پیشنمایش درس برسیم، همچنین میتونیم فایل های پیوستی رو مشاهده کنیم. برای ورود به درس رو قسمت ورود به درس کلیک میکنیم. خب همونطور که میبینید وارد درس اولیون شدیم. در این قسمت به طور کامل مراحل درسمون که شامل 8 مرحله هست نمایش داده شده. اگر با دقت مشاهده کنیم هر جلسه ما دارای یک آزمون هستش، یعنی هر کدوم از جلسات ما آزمون‌های ویژه خودشون رو دارن و جالب این هستش که یکی از شرایط مورد نیاز برای رفتن به مرحله بعد گذراندن مراحل قبلی و به دست آوردن امتیازات لازم هست. ارزشیابی همونطور که می‌بینید در هر جلسه شکل می‌گیره که نشون دهنده ارزشیابی تکوینی هست، همچنین در انتهای درس یک ارزشیابی پایانی که نمره قبولی اون در واقع شرط دریافت گواهینامه هست شکل می‌گیره. و نکته دیگه‌ای که نیاز به بیان داره این هست که در واقع هر کدوم از این مباحث و درس‌ها سعی شده که برای طراحی محتوا از رسانه‌های مختلف استفاده بشه که هم رسانه‌ها متن بودن، هم صوت بودن و هم ویدئو، که برای قسمت در واقع درس اول جلسه اول هم ویدئو گذاشته شده، هم جزوه و در این قسمت هم آزمون که ما میتونیم برای مثال جزوه رو مشاهده کنیم. خب همونطور که میبینید در واقع جزوه متنی ما از تناسب رنگ خوبی برخوردار بوده، خیلی مخاطب خسته و کسل نمیشه. عناوین مهم در واقع هایلایت شدن، رنگی شدن، برجسته تر شدن. به مباحث تربیت فرزند در جلسه اول ویژه پرداخته شده. همینطور که ادامه دار میشه نکته های مهم، نکات اول و دوم که ذکر شده هایلایت شدن، فونت مناسب که برای مخاطب جذاب تر باشه. که اینجا یک خلاصه گیری هم در واقع یک خلاصه نتیجه گیری و خلاصه هم شکل گرفته از مباحث که اشاره کرده که باید بدونیم که 0 تا 2 سالگی دوره پایه‌ریزی یا بنیانگذاری فرزند هستش، یعنی قسمت اصلی و بنیان زندگی هر فرد همین دوران 0 تا 2 سالگی هستش و دوران 2 تا 6 سالگی که دوران 2 تا 4 سالگی خود دوران بحرانی
آموزش و یادگیریه که بعد از همین دوران بعد از 6 سالگی اشاره شده که دوران پیش دبستان، دبستان یا کودکی دوم، نوجوانی و نهایتاً جوانی که مراحل اصلی تربیت فرزند هستند. خب جزوه جلسه رو دیدیم. در قسمت دیگه ویدئویی برای جلسه قرار داده شده که در داخل همین ویدئو هم مطالب جلسه اول به نمایش گذاشته شده که میتونیم خیلی راحت تر و جذاب تر مطالب رو ببینیم. خب اندک زمان برای در واقع دانلود فایل مد نظر که میتونیم توضیحات بیشتری رو در مورد این صفحه بدیم. خب در این قسمت درس بایسته های تربیت فرزند یک سری آیکون ها و یا میشه گفت نشانگرها اینجا تعریف شدن. خب فیلم جلسه اول. خب همونطور که میبینید یک فیلم همون مباحث جلسه اول رو بسیار کاربردی و عالی با استفاده از لازم دارید خیلی مهم باشین موضوع مشارکت شناسی کنید داده حتی بین حق داشتن اون مثلی که در بالا شدن بندت شد که اگر تصاویر به آموزش پرداخته شده که از ویژگی های جالب این دوره بود. در ادامه بعد از اینکه ویدیو جلسه اول و جزوه جلسه اول رو دیدیم فرد وارد آزمون میشه که خب در این قسمت آزمون رو ما سابقا شرکت کردیم که بازخورد داده شده. فرد در واقع در این آزمون قبول شده و امکان آزمون مجدد هم وجود داره. اما اگر فردی در 2 تایم در آزمون شرکت کنه و نمره لازم رو کسب نکنه تا 24 ساعت نمیتونه در آزمون شرکت کنه، منوط به این که یک هزینه پرداخت کنه و مجددا در آزمون شرکت کنه. خب در این قسمت با مباحث هر کدوم از جلسات به صورت متفاوت آشنا میشیم. اما در مورد رویکرد یادگیری که در این دوره یادگیری الکترونیکی به کار برده شده بود، رویکرد بیشتر رفتارگرا و شناختگرا بود، چرا که سعی شده بود مفاهیم با استفاده از مثالها و در واقع توضیحات بیشتر غنی بشه و فرد خودش بیشتر به تحلیل ذهنی اونها بپردازه. همچنین یادگیری گام به گام بود که در هر گام ارزشیابی به عمل می‌آمد و فرد بازخورد داده میشد که در واقع یادآور همون رویکرد رفتارگرایی هست. اما در مورد رویکرد سازنده‌گرا باید بگیم که چون بیشتر هدف تعامل و ارتباط بین کاربران هست، در این دوره که ما شرکت کردیم خیلی به این شکل نبود. اما در یک قسمتی از دوره در واقع صفحه ما یک آیکونی که به شکل نشانگر پیام هست، وقتی کلیک میکنیم روش در واقع اسم خودمون میاد، همچنین امکان در واقع ایجاد گروه یا همون خصوصی هر فرد برای دادن پیام وجود داره و این نشون میده که امکان ارتباط وجود داره و شاید برای این دوره ویژه تعریف نشده. شاید اگر این ارتباط وجود داشت دوره رو میتونستیم اندکی سازنده‌گراتر تعریف کنیم. خب همونطور که دیدیم تو محتواهایی که خدمت شما نشون دادم از تصاویر استفاده شده بود، از انیمیشن، فیلم، شکل‌های مختلف، اما از نمودارها و جدول‌ها کمتر استفاده شده بود. در مورد شیوه در واقع طراحی رابط کاربری دیدیم که در قسمت‌های مختلف صفحه با یک کلیک ساده میتونیم در واقع به خیلی از اطلاعات دست پیدا کنیم بدون اینکه بخوایم تو دوره گم بشیم یا مشکلی برای ما به وجود بیاد. همه این امکانات وجود داره.
خب اینجا هم که میز کار هر فرد نمایش داده میشه، مشخصات فردی، نمره ها، پیام ها و سایر موارد و خروج از سایت. همچنین در قسمت دیگه ما شرکت کنندگان میتونن نمایش داده باشن، شایستگی ها و مدال هایی که هر فرد دریافت کردن، نمره ها به صورت کلی نمایش داده میشن. مثلا اگر ما بخوایم نمایش بدیم که ببینید ما کل دوره رو شرکت کردیم، الان این دوره بایسته های تربیت فرزند هست که ما 8 جلسه رو هم شرکت کردیم. یک میانگین نمراتی به ما داده، یک جمع کلی به ما داده و در نهایت قبول شدیم برای دریافت گواهینامه که خیلی راحت بدون اینکه از این صفحه خارج بشیم میتونیم از این قسمت علاوه بر دروس این فصل وارد درس های دیگه هم بشیم، مثل سبک در واقع مهارت های سازگاری و رفتاری در خانواده و سایر دروس. اما در مورد تعامل، همونطور که اشاره شد، تعامل با سایرین به اون شکل وجود نداشت و خود فرد به قولی خیلی از انگشتان دستش استفاده نمی‌کرد و تعامل به اون صورت که باید و شاید اتفاق نمی‌افتاد. و در مورد فعالیت‌های بیشتر مثل تکلیف و تحقیق و اینها هم در واقع تکلیف و تحقیق ارائه نشد در این سال. شاید یکی از نقاط ضعف اون بود. بهتر بود در واقع دوره هایی که به این شکل با مطالب و فیلم های بسیار جذاب و در واقع مباحث سودمند طراحی میشد، بهتر می بود که اندکی تکلیف و تحقیق به اون کاربر داده میشد تا بیشتر درگیر دوره بشه، گروه های اجتماعی تشکیل میشد تا به تعاملات بیشتری بپردازن. اما در مورد رابطه کاربری همونطور که اشاره شد بسیار عالی بود. طراحی پیام از رسانه‌های مختلف استفاده کرده بود. در مورد ارزش‌یابی و تعامل اشاره کردیم. همچنین اهداف آموزشی و رویکرد یادگیری. اگر از این قسمت خارج بشیم در ادامه باز میتونیم درس‌های دیگر دوره رو هم به همین شکل بگذرونیم و پس از گذراندن تمام درس‌های دوره گواهینامه پایان دوره رو دریافت می‌کنیم. ممنون از حسن توجه شما. امیدوارم که از این فیلم آموزشی و نقد و بررسی دوره یادگیری الکترونیکی ما لذت برده باشید. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. خدایا رو نگهدار شما.